با حرف نوشتن ماها در اکسل. اگر ما هر یک تای اون رو با دست نویسیم کمتر برایمون دشوار می شود. اکتبر، سپتامبر، تا آسان ترش در بری ما برابر می نویسیم. بعد فرمولای تکست رو استفاده می بریم. بعد حجره که ماه نوشته شده است انتخاب میکنیم. زیرازدشگاه یعنی ضرب سی می نویسیم. نقطه ویرگول. بعد ناخنک را می کشیم. 4 تا ام. باز ناخنک را می پوشیم. قوس را می پوشیم برابر. با پایین اومده انتخاب میکنیم تا پایین فرمول رو استوید میکنیم. من کنترل دی رو استفاده میبرم. چه خیلی که دیدید با آسانی کارمون حل شد.